آن مردمی که تورات به آنها داده شد، آنها وظیفه دار شدند تا کتاب تورات را بخوانند و آموزند و عمل کنند، ولیکن آنها به آن عمل نکردند، مانند همان خری هست که در بالای خود کتاب‌های خیلی خیلی غوث و کتاب‌های سنگین را می‌بردارد. و اینجا چه فرق می‌کند برای یک خر در بالایش اگر پرتاب یا گفتیم سنگ و خاک باشد یا کتاب باشد؟ هیچ برای او فرق ندارد، چون خر است. همه می‌دانیم حیوانی هست که در بی‌عقلی همیشه مثال میزنند و الله مثال زده است، نه گاو نه شتر نه گوسفند را، مخصوص همان خری را که همیشه در عرف مردم برای بی‌عقلی ضرب المثل است. الله مثال میزند که یهودهایی که بنی اسرائیل که باید به تورات عمل میکردند، در دستشون کتاب از خواندند و عمل نکردند، مانند همان خرهایی هستند که در بالای آنها کتاب ها بار شده است. و چه فایده دارد تو اگر خوانی و عمل نکنی؟ هیچ فایده ندارد. از خواندن و عمل نکردن همون بیسواد بالاتر است از کسی که سواد دارد و به آن عمل نمی کند. و به همین مثال تمام مسلمان یا همه داخل می شوند، آنهایی که صاحب علم هستند اما از پی دنیا هستند. و عجیبش این است که عزیزان، در قرآن دو تا مثالی که خیلی مثالی بد است، خیلی مثالی بد است، یکی مانند کردن به سگ، دیگر مانند کردن به خر، هر دو هم درباره اهل علمی هست که به علم خود عمل نمی کنند. پناه به الله، آنهایی که میخوانند و عمل نمی کنند صاحب علم هستند اما در عمل بیسواد هستند. پروردگار در سوره اعراف 176 به سگ مانند کرده است که آن هم درباره بلعام ابن باعورا یا در روایت بلعم ابن باعورا هست که او در زمان حضرت موسی یک عالم بزرگ بود، حتی میگویند مستجاب الدعوه بود، دعاهایش اجابت میشد. همین بلعام را وقتی حضرت موسی به نزد پادشاه شهر مدین میفرستند که او را دعوت کن، بلعام میرود و پادشاه به بلعام هدیه های زیاد میدهد، پول مال زیاد میدهد. در همان لحظه پول مال دنیا رو میگیرد و بر علیه موسی سخن کردن را شروع میکنند، مانند خیلی از علما که شما میشناسید. و آنها یک فرصت برای یگان منصب داده شد، برای نزدیکی به یگان فاسق عملدار داده شد که آنها تماما دین خود را میفروشند. حدیث میگوی قبول ندارند، آیت میگوی